از زیرزمین تا استادیومای غول، سلام رفقا. چه گیمرای هاردکوری که کیبوردتون از بس کلیک کردین داغون شده، چه اونایی که فکر میکنن گیم یعنی کندی کراش. یه لحظه فکر کن، یه روزی مسابقات گیمینگ توی یه زیرزمین نمور با چند تا مانیتور CRT غول پیکر که انگار از موزه دایناسورا آوردنشون برگزار میشد. سال 1972 بچه‌های دانشگاه استنفورد یه بازی به اسم اسپیس وار رو انداختن. جایزش چی بود؟ 1 سال اشتراک مجله رولینگ استون. آره، باور کن جایزش یه مجله بود، نه میلیون ها دلار پول. ولی همین جرقه باعث شد دهه 80 تورنمنت های آرکید مثل اسپیس اینویدرز آتاری همه جا غوغا کنه. بعدش هم دهه 90 لند پارتیا اومد که بوی چیپس و صدای فن کامپیوتر قاطی جیغ گیمرایی بود که تازه یه هدشات زده بودن. اینا بود که ای اسپورت رو از یه جمع رفیقانه برد به استادیومای پر از فریاد. من مجتبی اسامی هستم، به وینوکست بازی‌های رایانه‌ای خوش اومدید. قبل از هر چیز وینوکست رو سابسکرایب کنید تا از برنامه‌های جدیدمون زودتر با خبر بشین. صفحه ما رو در اینستاگرام رو هم فالو کنید. خب حالا بریم اوایل سال 2000. وقتی اینترنت پرسرعت اومد و گیمرها دیگه مجبور نبودن فقط با پسرخاله‌هاشون بازی بکنن. تورنمنت های خفنی مثل ورد سایبر گیمز و ESL وسط اومدن و بازیایی مثل کانتر استرایک 1.6، وارکرافت 3 و استارکرافت تبدیل شدن به جنگای جهانی. کره یا مخصوصاً توی استارکرافت انگار داشتن شطرنج سه‌بعدی بازی میکردن. مثلا سال 2004 یه گیمر به اسم بوکس آر توی استارکرافت چنان ترکون که یه استادیوم کامل برای شورا کشیدن. اینجا بود که فهمیدیم این دیگه فقط بازی نیست، یه صنعت چند میلیارد دلاریه. اسپانسرایی مثل اینتل و ردبول ریختن وسط. تیم‌ها شروع به بستن قراردادهای میلیونی کردن و گیمرها شدن ستاره هایی که قبلا فقط فوتبالیستا بودن. فکرشو بکن، یه روزی جایزه یه مجله بود، اما حالا قراردادهای میلیونی بسته میشه. ژانرها و سلطانهای گیمینگ. خب حالا بریم سراغ خود نبردا. ای اسپورتس مثل یه رستوران بزرگه. هر چی که دوست داره اینجا پیدا میشه. از استراتژی های مغز خراب کنه دوتا 2 و لیگ آف لژندز تا هدشات های برقاسا توی CS2 و والورنت. هر ژانر قهرمانای خودشو داره. مثلا فیکر پادشاه LOL از کره انگار مایکل جردن گیمینگ. این بشر تو ورلدز 2023 چنان حریفاشو له کرد که هنوزم فناش از ذوق دارن گریه میکنن. یا مثلا S1 MPLE اوکراینی توی CS2 که انگار با موسش لیزر داره. ولی باحالتر چیه؟ بازیایی مثل فیفا و گرند توریسمو که گیمرها رو از پشت مانیتور کشیدن وسط دنیای واقعی. مثلا جان ماردنبرو توی گرند توریسمو انقدر خوب بود که نیسان گفت بیا بشین پشت ماشین واقعی و رفت تو مسابقات حرفه‌ای رانندگی. اینا دیگه فقط گیمر نیستن، اینا اسطوره‌ن. فکر میکنی گیمر حرفه‌ای بودن یعنی فقط بشینی ردبول بخوری و کیل بزنی، یعنی شخصیت‌های مجازی رو بکشی؟ نه بابا جون، اینا سالی چند میلیون دلار از تورنمنت، استریم، اسپانسر و حتی فروش تیشرت و ماگ در میارن. مثلا بوکا توی فورتنایت سال 2019 فقط از یه تورنمنت 3 میلیون دلار برد. ولی پشت این شهرت چیزایی هست. بله، روزی 6 تا 10 ساعت تمرین، رژیم غذایی که انگار برای فضانورداست، مربی آنالیزور و حتی روانشناس که نذاره توی فینال از استرس منفجر بشی. باور کن فشار روحی تو فینال دوتا 2 یا LOL گاهی از فینال جام جهانی فوتبال هم بدتره. اینا فقط گیمر نیستن که یه جورایی سوپرمنن که کیبورد فقط دستشونه به جای اسلحه و چیزای دیگه. خب رفقا، آماده این برای یه دنیای دیگه؟ حالا که ای اسپورتس اینجای کاره، آینده‌اش چیه؟ با واقعیت مجازی VR، هوش مصنوعی و 5G قرار گیمینگ بره توی یه لول دیگه. تصور کن یه تورنمنت VR که گیمرها وسط یه استادیوم واقعی میدونن ولی دارن تو متاورس با موجودات فضایی میجنگن. یا مثلا AI که داره استراتژی های تیما رو آنالیز میکنه و بوتای تمرینی میسازه که انگار روح دارن.
ای اسپورت دیگه فقط سرگرمی نیست، یه زبون جهانیه. از نیویورک تا نایروبی همه دارن درباره یه هدشات تو CS2 یا یه کامبک تو دوتا 2 حرف میزنن. پس اگه دسته بازی یا کیبورد دستته، بدون که داری توی یه انقلاب جهانی گیمینگ نفس میکشید. شما هم اهل گیم و بازی و این چیزا هستین؟ با چی بازی میکنین؟ با گوشی موبایلتون یا کامپیوتر یا PS؟ با کدوم؟ اصلا دوست دارید که مثلا بچه هاتون حتی بازی بکنن؟ یا فکر میکنید که بازی کردن هیچ خاصیتی نداره؟ میگید مثلا برو دنبال یه کسب و کار، یه کاری یاد بگیر، یه حرفه‌ای رو یاد بگیر. اما شاید ندونید که با بازی کردن هم میشه کسب درآمد کرد، میشه شهرت حتی جهانی پیدا کرد. اگر یه مسابقه‌ای در حوزه گیم برگزار بشه، شما حاضرید تو شرکت بکنید یا اجازه بدید که فرزندتون توی اون شرکت بکنه؟ بهمون بگید حتما. داشتیم درباره محتوای این برنامه جستجو می‌کردیم و رسیدیم به یک سری گیمرهای بسیار مطرح و جهانی. دیدیم که یه آمار عجیب و غریبی وجود داره. اونها چنل‌های یوتیوبی داشتن که دنبال کننده های میلیونی داشت. نفر اول حدود 111 میلیون سابسکرایبر داشت، یعنی دنبال کننده، و نفر دوم با یک اختلاف تقریبا مثلا 60 میلیونی 45 میلیون مخاطب داشت. و نفر اول خیلی جذاب بود که 29 میلیارد بار ویدیوهاش دیده شده بود. همینجوری یه حساب سرانگشتی کردیم ببینیم که مثلا چقدر درآمد داشته فقط از یوتیوبش ها. یه چیزی حدود حداقل 29 میلیون دلار پول در آورده فقط از یوتیوبش. اونم از چه سالی؟ از سال 2010. یعنی ظرف 15 سال 29 میلیون دلار پول در آورده. ببینید چه صنعت عجیبیه. اون هم فقط نه ویدیوهایی که در ارتباط با گیم و اینها باشه، حتی ویدیوهایی در ارتباط با زندگی شخصیش گذاشته بود، از خانواده‌اش، از جاهایی که رفته بود، از سفرهایی که رفته بود. خیلی آمار جذابی بود. حتما توی یه برنامه به طور اختصاصی راجع به این چیزها میشینیم و حرف میزنیم و یه سری آمارها رو در میاریم. با ما باشید، بینوکست رو دنبال کنید. توی این بخش ویژه قرار 2 تورنمنت بمب تو آگوست 2025 رو معرفی کنیم که یکیشون تازه تموم شده ولی هنوز همه دارن درباره‌اش حرف میزنن و یکی دیگه توی راهه که حسابی عجیب و غریبه. کیبورد و موس رو آماده کنید چون قراره یه سفر گیمینگ بریم. خب اول بریم سراغ فورتنایت، پادشاه بتل رویال که 2 تا 3 آگوست 2025 برگزار شد. یه جنگ تمام عیار بود. تیم‌های 3 نفره از اروپا، آمریکا، آسیا، خاورمیانه، برزیل و اقیانوسیه به جون هم افتادن تا بتونن بلیت FNCS گلوبال چمپیونشیپ رو توی سپتامبر ببرن و قاب بزنن. جایزه بالای 2 میلیون دلار فقط برای بخش میجر. یکی تو فورتنایت با اسکین پاندا بازی کرد ولی چنان بیلد کرد، یعنی ساخت، که انگار داره برج ایفل رو میسازه. حالا یه تورنمنت عجیب و غریب، جیوگسر ورلد کاپ 2025 که 29 تا 30 آگوست آنلاین برگزار میشه. توی این بازی باید فقط با یه عکس از گوگل استریت ویو حدس بزنی کجای دنیا هستی. انگار یه مأموریت جغرافیاییه که هم باید باهوش باشی هم شانس بیاری. گیمرها از همه جای دنیا میان و با هم رقابت میکنن تا ببینن کی بهتر میتونه بگه این خیابون تو توکیو یا وسط بیابون استرالیا. حالا چیش باحاله؟ این که حس میکنی یه کاراگاه جهانی شدی. جایزه ها هم حسابی وسوسه کننده است، ولی اصل حالش اینه که میتونی خودتو توی یه مسابقه غیر معمول تست کنی. استریم هاشو توی توییچ دنبال کن تا ببینی کی وسط یه دهکده گم شده پیدا میشه. یکی فکر کرد توی جیوگسر وسط آفریقاست ولی معلوم شد توی پارکینگ خونه عمش توی فلوریدا بوده. اما بریم سراغ این که فراخوان بدیم به شما دوستان عزیز. اگه دلت خواست بدونی چطور میتونید توی این تورنمنت ها مثل جیوگسر یا حتی میجر بعدی فورتنایت ثبت نام کنی یا جزئیات بیشتر بدونی، یه پیام بهمون بده توی واتساپ، تلگرام یا اینستا. برات راهنمایی میفرستیم که چطور بهتر کنی و شاید خودت یه روز جایزه میلیونی ببری. حالا بگو کدوم یکی بیشتر بهت حال داد، فورتنایت یا جیوگسر؟
ممنون که با من مجتبی اسامی همراه بودی. این هم دومین قسمت درباره بازی‌های رایانه‌ای از بینوکست بود. تا دفعه بعد دست رو محکم نگهدار و بهتر.